یکم دارو، یه قاشق دارو میریزیم، نصف قاشق غذاخوری هم زردچوبه میریزیم، نمک هم 2 قاشق غذاخوری برای اندازه 13 تومن تقریبا خوبه. بعد 1 قاشق و نصفی خمیر مایه میریزیم، آبش هم جوری باشه که دست میزنی تو آب، یعنی دست رو نسوزه. هر 1 کاسه آب 1 کاسه آردم، 1 پیوخه، 1 ذره آردم باید بهش بریزیم. مثلا هر کاسه آبی 1 کاسه آردی میخواد. خب مایم 4 کاسه آب تقریبا ریختیم. آرد که ببینی آرد بازاره، اون آرد محلی نصف و نصف ما میریزیم داخل. چون بخواه آرد خودمونی بریزیم، چون چی نداره، مثلا سپوست اون بازار سپوست نداره، خوب نمیشه. این محلی ها سپوست داره، مثلا ترش نمیکنه، کشت نمیاره خمیر، چی خوب نمیشه. باید نصف و نصف بریزیم دیگه خوب عالی میشه. ما 3 کاسه آرد بازار رفتیم و 2 کاسه آرد محلی میریزیم. قاطیشون رنگشون اینا چقدر فرق داره با هم. ولی اگر خمیرمون شلی سفتی میشه، یکم تا آبش اضافه میکنیم یا آردش اضافه میکنیم. یه ربع ساعت خوب باید خمیر خوب ورد بخوره. اگه دستگاه داریم که بهتر، اگه نداریم با دست باید خوب وردش بدیم که خمیر آماده بشه. بعد می‌گذاریم 1 ساعت استراحت میکنه. بعد شروع میکنیم اونجاش هم نشون رو میدیم. در چه حدی چجوری بشه که ورد داریم خمیر را. چند ساعت باشه گفت کنه کل ما پال زنبوری بشه. اما گفت ساعت همینجوری باید ما خوب ورزیم. ما حدود ربع ساعت 20 دقیقه گذاشتیم، ورز خورد، قاطی شد. دیگه الان میذاریم یکی آردم میپاشیم روش که دیگه مثلا نچسبه به دست. دیگه میذاریم 1 ساعت نیم الا 2 ساعت میمونه. بعد قال زنبوری شد دیگه برمیداریم چونه میگیریم دیگه میپسیم که اونم براتون میگیرم فیلمشو.